سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدیم به یک ویدیوی لیتس پلی. یعنی بچه‌ها چقدر ما منتظر یه لیتس پلی بودیم تو این چنل. واقعا قرار بود پی سی آماده شه که آماده شد. اگه ویدیوشو ندیدین اینجا میاد، حتما به نگاش کنین چون ویدیو واقعا ترکون، اصلا انتظاری نداشتم. یعنی فوق العاده بود ویدیویی که آپلود کردم. خلاصه که ببین حتما این ویدیو رو ببینیم. تو لیتس پلی امروز قراره بازی رو امتحان کنیم که تا الان امتحان نکردم. خب و خیلی تعریفش رو شنیدم، بازی اصلا جایزه برده. بعد از این بازیای میدونین که چی میگم، یه بازی استوری موده که آدم مثلا 10 بار بازی میکنه و حالش ازش به هم میخوره. واسه همین گفتم امتحانش کنیم واسه اولین گیم پلی این چنل. البته اولین گیم پلی نیست، واسه رو بخواید قبلا هم گیم پلی داشتیم، فکر کنم 2 یا 3 تا حتی، ولی خب انقدر افتضاح بودن که دیگه منم گیم پلی بگیر نیستم، میام نداشتم پی سی و اینا، ولی خب الان که همه چی آماده شده دیگه فقط میتونیم بگیم که لیتس گو. بازی که قرار بکنیم کرایم سیمولیتور است. خب همونطور که گفتم خیلی جایزه برده، چند نفری میشه بازیش کرد، ولی خب من امروز تنها. خب میگه که اینو بگیریم امضا کنیم بیرون بهت خوش بگذره. لیتس گو. یه هفته بعد گرافیک بازی خوبه. میگه به بیست خوش اومدی. همونطوری که قبلا صحبت کردیم باید خب میگه که به بیس خودت خوش اومدی. همونطور که قبلا با هم صحبت کردیم تو باید به هم پولی که به قرض دادمو به هم برگردونی. باید بری کلاشی کنی، دزدی کنی و از پولمو بهم برگردونی دیگه. در کل کامپیوتر چی میگه؟ لوکیشنز. خب کاراکترم میدوه. خب باید برم به سمت این خونه. بعد ببینم اینو باید بردارم. سلام خانم. ای حاجی یارو من دید میزنه اینجا چی گویی میخوردیه؟ رفت تو. منم بذار بیام پس. نمیشه. باید بگرم کلیت پیدا کنم فکر کنم. این چیه؟ آها اینجوری باید آیتم بدوزم، یعنی همین چیزای رندوم باید بردارم. اوکی. این چیه؟ کلید. خب الان در باز شده. زنه رفت این تو. خب باید آیتم هم ببرم اینجایی که زنه رفت. خب من چی کاری بکنم؟ بچه اینا رو باید بردارم، هر چی که تو این خونه هست رو باید بردارم. بودو اینا رو بریزم تو اونجایی که بود. خب فهمیدم باید آیتم ها رو بدوزم بریزم تو این کامیونه. ببینم باید برم بازم ولی آیتم بردارم. الان باید اون آیتمی که اون جبهه رو الان باید بذارم سر جاش. هنوز نذاشتم. الان زنه ای وای زنه اونجاست. حاجی زنه چه اسکوریه این، چرا من نمیبینه؟ نباید سر صدا کنم. کجاست؟ باید برم پکیجر رو اول بردارم. چی گویی میخوای خانم؟ برو کنار. Who was that? ای وای اینجا دنبال من میدوه. بی خیالی برو گمشی برم بردارم. What was that? ای وای ای وای حاجی من ندید. حاجی الان میاد. خب از این ورزنه باشی میشینه بشینی گوشه. اسمال کن میشه از اینجا رفت بیرون. خب رفتیم بیرون. بریم اینجا، بریم این یکی خونه. چقدر وقت دارم؟ خب وقت دارم یه چوسه. خب اینجا سیکیوریتی لولش نورماله. آها اینجا بسم نوشته این آدم ها کجا میرن اینا. سیکیوریتی کامرا داره اینجا، حواسم بود باشه. یه نفره ممکنه بتونه بره تو محوطه حیاتش گشتنی کنه. ای وای سلام. ای وای ای وای اینجا چی گویی میخوری؟ خب خانم خب چرا لباس نپوشیده؟ وای این چه وضعشه؟ بعد همین دیگه. خوابید یعنی واقعا.
پولو بردار. چرا قوام چجوری خاموش میشه؟ الان خوابیده یعنی What was that? وای. صدامو شنید. ببینم از اینجا. خب این چیه؟ دوربینه. اینو دوربین بردار. خوبه. پولم بردار. این چیه؟ Basement in protected. Keep this in mind stupid burglars. میگه زیر زمین نگهبانی میشه، حواستون به این باشه. 49871 4971. بریم. فکر کنم کدیه که باش بتونیم سکیوریتی رو غیر فعال کنیم. داشت بیو گم شد. ساشه بورینگ دی زهر مار. ای رفت تو حیاتش. خب نگاه کرد دوباره رفت تو زیر زمینش. ای وای دوباره نگاه کرد. زنه خطریه. زیر زمینه. تا زیر زمینه باید هر چی تو خونش میبینم بردار. هر چی هست سود بردم. این رو باز کن. حاجی من این رون وقتی را میرم یارو میشنوه. وای شنید. بخش شد. بریم این آیتمایی که برداشتم یه دور بذارم تو ماشین که اگه وقتم تموم شد به چخ نرم. همه اینا رو بده. کو ماشین کجا گذاشتم؟ یعنی من که نداشتم ولی ماشین کو. what the fuck. حالا من اینو بزنم خب این یارو میشنوه. نشنید. خب سکیوریتی کامرا. ایوار 4971. خب کامراش دیگه لاک نداره. قفل نداره. اینو بردار. پشما حاجی من ندید. عالیه. این بره بالا خونش رو لخت میکنم. برو بالا. پول داره دیگه. چی داره؟ گفت صندوق. لپتاپ نمیشه برداشت. چرا لپتاپ میشه برداشت؟ لپتاپ بردار. دستمال که از اینا دردم نمیخوره. اینو باید باز کنم. بذارینم. خب اومد. وایس الان منو میبینه. منو میکنه که الان میاد. همینجا بود بمونم. Get away from me! 911, what's your emergency? ای وای من دید. باید فرار کنم. بابا گم شد. درش رو بازم شه. میشه فرار کرد؟ آره فعلا که شده. فرار کن. اوضاع تخمیه. خب فهمیدم گفت صندوق چجوری باز کنم. You're not going anywhere. Turn around while you still can. همین رفتن. من دوباره سری برم تو خونش. بس این رمز چند بود اگه دوباره رمزو خواست؟ 4971. خوبه. یارو در خونه میره بیرون؟ نه از خونه هنوز بیرون نرفته. رفت پایین که. بذار تا وقتی این پایینه من تایم ندارم. باید وسایلشو برم خونش. ای حاجی وسایلی که اینجا بود چی شد؟ what the fuck. باید برم. باید تا 36 ثانیه دیگه تو کامینو هم باشم. خب الان اینا رو بردار. اینم بردار. بندازیم واسه این مرده همه رو. خب اینم بردار دیگه. همینه چیز دیگه نیست. اوکی بریم. همه رو بردار بنداز واسه این مرده. اینم ببند. خب 1272 تا پول یعنی پولشو دادیم الان. من چقدر باید به مرد پول بدم؟ last day delivery. آها میتونم اینو بزنم و تموم کنم میشنو. خب الان بهش پول دادم. چی شد الان؟ نمیفهمم چی داستان بازیو. چون هیچ توضیح نداده تو بازی. یعنی چی؟ توضیح میدادی. خب آها خب
الان باید برم مراحل دیگر رو انجام بدم. اوکی فهمیدم. بریم یه مرحله دیگه هم انجام بدیم. بعد بریم مرحله رو دیگه انجام میدم. بریم مرحله سخته رو. باید برم یه چیزی رو تو باغچه یه کسی نابود کنم، یه مجسمه رو. ولی تو باغچه کیو دیگه نمیدونم. اینا عجیبه. آها اینا. خب اوکی شد، پیداش کردم. سیکیوریتیش نرماله. باید مجسمه 3 تا از این مجسمه‌های توی باغچه رو من نابود کنم. 2 نفرم تو این خونه زندگی میکنم. اوکی ردیفه داداش. الان خب بابا من چجوری برم بالا این دیواره مزخرف؟ آها یه در اینجا داره. خب بعد فرار کنم. اون یکی اونجاست. چجوری برم؟ همین حاجی یارو من ندید. جلوی چشش هم یارو من ندید. حاجی چون نمیده. همین حاجی یارو گرفت منو مثل سگ زد ولی به پلیس زنگ نزد. پشمو اعصابش خورد بود یارو. خب الان چی گویی میخوای بکنی ها؟ فاین برون ور. من سریع برم اینا رو بشکنم. خب همین الان برید تو خونه دهن سرویس اون یکم خراب میکنم. ماموریت رو گرفتم. برو آفرین برو گروتو بام کن. آقا بازیش همونطور که گفتم زیاد خوب نبود. خب میتونست بهتر باشه، خیلی مشکل داشت. مهمترین مشکل بازی به نظرم این بود که واقعا هیجان نداره بازی. خب میتونست واقعا یکم اکتیو تر باشه. میدونی چی میگم؟ خلاصه که ببخشید اگه این گیم پلی واقعا اونجوری که می‌خواستم پیش نرفت. خیلی وقتم از گیم پلی ریکورد نکردم، یکم بود عادت کنم و این داستانو دستم بیاد. و واقعا مرسی از اینکه نشستین و تا اینجا این گیم پلی رو با من شریک شدین. اگه بازم گیم پلی دوست دارین حتما تو کامنت ها بهم بگین. امیدوارم که از این ویدئوی آخه چجوری ممکنه از این ویدیو خوشتون اومده باشه؟ من خودم از این ویدیو خوشم نمیاد. ولش کنین تا یه ویدیو دیگه و هفته دیگه. یالا گود بای.